یعنی خداوندی که این همه در حق من و تو بحث حسنات لطف داره میکنه که تو خودتو بالا بکشید، 1 قدم 10 قدم چه؟ 1 متر 1 گام 10 گام، 1 حسنه 10 حسنه. از اون طرف چه؟ گناهات و بدیهات رو همون 1 به 1 می‌نویسه. ولی اگر کسی 10 به 1 جلو باشه تو ثوابش، باید 10 بار گناه بکنه تا معادل 1 بار ثواب بشه که رقم 10 گرفته. این انسان آدم بدبختی هست یا نیست؟ دیگه خدا چه کارش بکنه؟ تو این آیه کوتاه امید نهفته است، انگیزه نهفته است که تو وقتی 1 گام بلند میکنی، خداوند برای تو 10 گام حساب میکنه. پس باید گام ها تو رو چه؟ افزایش بدید به طرف خوبی. 1 به 10 دیگه. بعضی حسنات تا 1 به 500 هم میرسونه خداوند، تو بعضی اوقات، تو بعضی اماکن. بعضی کارهای خیر به 1 به 700 هم میرسونه. با بعضی از بندگانش دیگه با رقم و ارقام و اعداد چه؟ تعامل نمیکنه. اونا دیگه ویژه هستن، دیگه قنطار میده.